وزارت انرژتیک و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت کشور در برابر بنیاد نیروهای برق آبی نو به مسئله برقرار نمودن اقتدارهای موجوده توجه خاص ظاهر می‌نماید. حالا تجدید نیروگاه‌های سربند، قیراقان و مرحله یکمی تجدید نیروگاه برق آبی نورک ادامه دارند که بعد تجدید پوره توانایی این سه نیروگاه نسبت به توانایی واقعی امروزه آنها افزایش خواهد یافت. البته سال 2021 یکی از سال‌های کم‌ترین حساب می‌رود و حجم ریزش آب در دریای وخش در سال 2020 و 542 متر کوبی در 542 متر کوبی در ثانیه برابر شد. این در صورتی که حجم ریزش میان 24 ساله آب در دریای وخش 640 متر کوبی را تشکیل می‌دهد که این متناسباً 85% حجم آبی میان 24 ساله ریزش آب را تامین گردید. در سال 2020 استحصال نیروی برق در جمهوری 19 میلیارد و 770 میلیون کیلووات ساعت را تشکیل داد که نسبت به سال گذشته 905 میلیون کیلووات ساعت کم بوده. سرعت افزایش نه کم از 95% تامین کرده شد. عین حال در جمهوری شماره عمومی نیروگاه‌های برقی آبی خرد 284 عدد با اقتدارهای از 5 تا 4300 کیلووات ساعت را تشکیل نموده، اقتدار عمومیشان نزدیک 25 مگاوات را در بر میگیرد که در سال 2020 در آنها 17 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق استحصال گردیده است. اگر که ما در خط انتقال برق 220 کیلووات در حد تا 20 مگاوات اگر انتقال کنیم، در آخر خط انتقال برق سطح شدت بین‌الملل بالا می‌رود. در نظر است که در سال روان بار اول در دوران صاحب استقلالی با دستگیری به واسطه حکومت کشور چاه نفتی رقم 17 میدان محرم با چقره 4900 متر مورد استفاده قرار داده شود.